میخوام بریم یکی دیگه از جاذبه های قشم رو ببینیم. کجا؟ چرا زوم نمیشه؟ جلو زوم نمیشه. اینا اینجا نمیشه؟ نه جلو. اینا در صدا تابلوش اینجا. اومدیم فروشگاه لوازم قواسی که پر سربه در انواع سایزها. این بیلک ها رو نمیدونم چیه. بیلک آویز به سر قلاب. او یه کمان قلاب جات قلاب خیلیه، خیلی فروشگاه خفنیه. چی؟ به اون چیه؟ اون یکی جانم سفارش تو تو باله این فکرم روشن هم میشه. مای کوچولو چقدر قلاب. هنگام شنا مثل یه دست و پا چلفتی. خوشم میاد، دوست دارم. جدو هم باز پاش. این کجای ماهی میخواد بره؟ چی دهنش بازه. و این چی میخوام بگیرن؟ دو شخنگولی. چرا قوه شیاردار. ببینم من ببینم. بکن تو لنز. فوکوس نمیفهمم کدوم لنزمو دارم میکنم توش. بیا. خب کجه؟ با موبایل نمیشه نه؟ او شد یکم. اوه چه باحال، با موبایل هم میشه استفاده کرد. زوم تو شد. ما جهت زدن ماهی ها. چقدر اسکارف. کو اینا خیلی باحال، زیر آب میتونی ببینی. یه عالم از این پایی ها. اینا چه گنده است. خداحافظ مغازه باحال. یه مغازه باحال دیگه پیدا کردیم. چقدر لوازم کمپر. اوه این چیه؟ چه باحاله. چقدر پدل. دوباره بگو. میگه به کفشام میاد. اوه چه قایق چوبی خوشگلی. اوه نه این چیزه، اینجا پارویی قایق نیست. از اینا که رو سقف ماشین میذارن توش میخوابن. موز یا هات داگه. اوه دستشویی. اوه چه همه دستشویی. چه باحال. چه نمایی. یه دونه از اینا باید بخریم. کدومش؟ صورتی خوشگله. حالا که اینجوری قیمت داره، قیمتش هم ببینید چنده. این پدل 21. این 21. این یکی اینم 21. این 20. اینم 20. این صورتی خوشگله 20. فرقاشون چیه؟ الان نگاه این نه این درازتره از این. ولی 21. این نارنجی ها که ست میشد باهات. چند؟ 20. این از همه گرونتره رو انتخاب کرده. 24. چرا؟ اون چیه؟ اون بالش داره. چه باحال. بیا نه گرونتر هم داره. این 25. نوکتیزاش 25. بچه ها این روشن میشه. این از همش گرونتره. این هم همه گرونتره. 30 چند بود؟ این مدل 32 و 800. 32 34. نگاه کن. خفنه. واه خیلی باحاله. خوشم اومد. میگن تو شب همینطوره نورشو پخش میکنه. این جمع هم میشه دیگه. تاش اینجا جدا میشی. اینجا باتری داره. خیلی خفنه. مدلاش فرق میکنه. پدلای برای چیه؟ چی میشه کاربردش؟ میشه گفت اصطلاحاً هم پدل برده یک نفر است، هم پدل برده که بشه دو نفر هم راحت استفاده کرد. خب بعد زرق و برقش بیشتره، یکی برندش معروف تره، یکی برندش ساده تره. مثلا
این پهن‌تره، بلندتره. حالت اصطلاح میگیم 12 فوت. خب 3 متر و 65 بلند باشه. این 3 متر و 30. حالا شما 2 نفر به این راحت‌تر میتونید استفاده کنید، استیبل تره، اما این مدل برای 1 نفر. اون چرا تیزتره؟ تیزتر که بشه سرعتش بیشتر میشه، بارش اشتعال بیشتر میشه. سرعتی تر میشه. آره ولی اینا پهنا استیبل ترن. آره دیگه پهنا سری گرد. آه باشه اینا خیلی باحاله. مرسی ممنون دمت گرم. بچه انقدر مغازشون بزرگ بود این تیکه رو نگرفتم. پدلا از 14-15 شروع میشه. اینا هم هستش. ما رفتیم قسمت گروناش. جان رخشو پارک کردیم. رسیدیم آقا رسیدیم اینجا قرار در ستاره ها باشه. برو 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 جلو. اینجا که بازار مازاراشه چیز خاصی که نداره. کلاه و لباس و لباس مپاس اینا کلاه اینا نقش حنا بانو حنا زمزمه عشق شما 100,000 بهونه داره دی برای بوسیدن یا کوچه با مست ما 100,000 آقای شولالی چیه؟ اینجا باید فاتحه بخونی. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم چیه. نبینین اسپویل شد نبینین اینا ببینین از مسیر بازدید اینجا اسپویل بشه نشه. یکم شتر ببینین واچ تایم بخریم. شتربان خار شتربان پشتش به ماست. شتربان بازدید به دهنه شد. یکی بالا میره یکی میره پایین. کدوم بریم؟ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 این بر برو شما پشت صحنه این طبیعت‌گردی ها رو نمیبینی؟ چقدر اومدم بالا. سب کنید داریم جای خوبش میرسیم. جای خوبش حالا میاد. اینجا تمیدم اینه بره گرند کانیونه. چی گرند چی بود خارجیه؟ گرند کانیون چی لیزه. خوبه بچه ها خوبه. به 30 تومن خوبه. سلیقه من نیست. چیز بهتر بود. چی بود؟ چاقو جذابتر بود به نظرم. بیام براتون توهاش هم بگیرم. این لاهاشه این توهاشه. این توشه اون روشه. اینجاست. بچه ببین اونجا حریم رو مشخص کردن ولی اینا یه توریست متجاوزن. از حریم تجاوز کردن. اینجا رفتن من اومدم اینجا گذاری متوجه نمیشم. چرا در ستاره این ستارهش کو؟ ستاره نداره که. تجدید نظر باید تو نامگذاریش بکنن. دوربینم دوم ببین. دوم دارم نکن. چاک کوه در خداحافظ. در ستارگاه تموم شد دیگه. دیدیم دیگه 30 تومن دادیم و نفری 30. خوب بود. همینقدر که شما فیلم ما رو تا ته ببینی انگار اومدین. تازه براتون میمون بازی هم کردیم جذاب‌تر شد. محمد امین دست در نکنه. این چند روز خیلی به زحمت دادیم. تاکید که شلوارکش نیفته ولی من خیره تر از اونم. دست در نکنه. خداحافظ.
خداحافظ قشم.